سلام علیکم همداران عزیز اعضای گروه انگور و باغ. امروز دومی ایون سال 2024 می باشد و ما قرار داریم در نزد درخت شفتالو خانه من است شهر دوشنبه و این شفتالوی البرت است، شفتالوی کلان کلان خوشو است و اینچنین شفتالوی فانتزی هست لوچک. و من حاضر خیلی که من میکنم، من درس ها رو آموختم از یوتیوب و از اینترنت و در تجربه تطبیق کردم و نتیجه خوب هم به دست آوردم و همون نتیجه خوب رو چیکار کردم به شما نشون میدم. من همین ببینید، همین بسیار بستگی است، همش تگاش پوری شفتالو هست. من همینجا پوری شفتالو هست ببینید. لیکن این شفتالوها در سایه هستند. ما باید این شفتالو رو کم کم آفتاب تیم شمال رس کنیم، چونکی این شفتالو نغز نمیپزند اگر ما همین رو آفتاب رس نکنیم. اینو ببینید در قسم پایانی قرار دارد و آفتاب نمیرسد. هر یک چیز در دنیا با آفتاب محتاج است، حتی ماهی همون قری بحرم جای روشنی میکوبد بسیار وقتی آفتاب رسد. به آفتاب حیات نیست. آب و آفتاب این دو چیز حیات نیست عموما، میدونید خودتون. ما حاضر باید با این شفتالو یک بریدنی با تابستونه کنیم، زیلون ابرزکه کنیم. چند مقصد قطعی. یکم مقصد که با میوه هایی که امسال میگیریم ما باید قوت بسیار تیم، آفتاب تیم، خشوش شوند، خوش صفت شوند و اینچنین ما این عملیات رو میگذاریم با مقصدی برای سال آینده همین شفتالو رو تیار کردن که سال آینده هم به ما همین خیل شفتالوهای بسیار بسیار میوه تیاد. همین خیل برای این چیکار میکنیم؟ ما من هم مثال میگیریم، سر میکنیم از همینجا. من این شفتالو رو ببینید، این شفتالوش آفتاب میرسد لیکن اینش رو نمیرسد و ما باید کمتر کنیم همین وای رو. برگ همین رو که قوت هم در شفتالو بیاید هم بر سال آینده رقص تیاری بیند. ما چیکار میکنیم؟ ما یک قسم همین رو میگیریم، من این رو میمونیم برای که سال آینده ما این رو برای بستن میمونیم. من اینجا گلخانه شده ایستاده است، من ببینید جایی که سه برگ است این گلخانه است. ببینید من این سه برگ است که گلخانه است، لیکن جایی که یک برگ است این گلخانه نیست. این البته گلخانه نیست، جای سه برگ گلخانه است. ما این رو هم اگر تونیم، اگر ان خیلی با قدر امکان میبریم یک تا میمونیم، این گلخانه ها با قوت میشن. سال آینده در اینجا برای ما 4 دونه بس بندت کفایه میگذاریم. اینجا میبینیم، اینجا میبینیم همه این برای ما سال آینده اینش رو میمونیم با قوت است. دیدید اینش رو میگیریم، اینش رو هم یک کوتاه میکنیم، اینجا با قوت میشود و سال آینده برای ما به نهایت خوب میشود. من این رو میگیریم، من این میدک رو گرفتیم و باز میبیاییم این رو هم میده رو میگیریم، موبایل رو میگیریم و چه خیلی که میبینیم من یک تا شفتالو هم گرفتیم. ما هیچ گپ نیست. چه خیلی که میبینیم ما شفتالو رو کشوده کردیم. برای آفتاب رسیدن بسیار مقصدناک کردیم. دیدید شفتالوی ما کشوده شد، لیکن باز نوده دارد. برای که این نوده ها باید آفتاب رو گرفتن، این رو برای پختن تامین کنن و برای سال آینده با این نوده ها بسیار به نهایت تیاری نقد بینن. میگذاریم درونش میبینیم و میبینیم که چقدر با ما در کار نیست. من این در کار نیست بریدیم، اینش هم در کار میکنه. من اینجا هم بسیار است نوده. ما این نوده ها رو یک قسمش رو میگیریم تا اینکه برای سال آینده با ما موندگیش نقص نشونه ما یابد. و اینا رو میتونیم رکوهش رو کم کم بریم. با این از بخش میزند من این خیلی ما رسیدن آفتاب رو با همین ها
بیسور میکنیم. من آفتاب نمیرسگی بود، آفتاب رست شد. اینا شو میبینیم. من دکتر گمون نگم. سال آینده من اینا رو میبرم. سال آینده انی هی نزدیکتر میمونیم. این سالش ما اینا رو گیریم. بسیار لوچی بدم نمیکنیم. با قدر امکان. من هم دیارو نزیز دید ما افتوبرش رو بسیار تر کردیم. این افتوبرش رو بسیار تر کردیم. انا همین خیلی بینید که من چند قدر در زمین منم بریده پرستم. شفتالو رو ما نمیتوفت شفتالو رو ما افتوب گذار کردیم. ببینید انا اکنون شفتالوی ما بسیارتر درختمون باز از نو حرکت میکند سبزد تو از اینجا سبزیدن خواهد به شفتالوها میرود این شفتالوهای ما کلان میشود. همدورون عزیز من هم خیلی با من تمام شفتالو رو عزیز کارکرد میکنم. ببینید من اینا برخور نیست. من ببینید یک قسم شفتالو میدم اینو رو میگیریم میپرتویم و شفتالو رو من همجورون عزیز شفتالویمون نمایان شد برای آفتاب. هم نمیسوزد بولش سویه است هم آفتاب رسیده میشد. یعنی آفتاب میگذارد میرسد با میگذارد سویه میشد میگذارد سویه میشد میگذارد آفتاب میشد. همین خیل ما بریدنی تابستون میکنیم. من در قسم پایانی این عموما در کار نیست. در قسم پایانی قسم پایان رو ما تازه میکنیم. من هم دیارون عزیز این بود یک بریدن شفتالو در همین ما بسیار لوچ نمی کنیم و من خیلی جنگل هم نمیمونیم. من اکنون شفتالوی ما بینوید صفتاً خوب باید شود. نتیجهش رو من به شما خدا خواهد ماهی ایول نشان میتیم. در پناه خدا باشد، خدا نگهبان شما باشد. این کاری من است. شما اختیار در خودتان چی کاری کنید.